السلام علیکم داملا حاجی میرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیرد در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدن همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مانید، یعنی بالای زانو هاتون در راست مانید، نه جنبین نه خندین، دیگر اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد اینا یگان اهمیت ندارند در نکاح. برادرای عزیز ندارند، اینها هیچ معنی ندارند. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشید است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کنید اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کنید کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست، ایرا باید که انسان خورد آخه، چی در نکاح چی در توی چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنین شما گناهکار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنین. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلول است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتواهای زنکای هستند، همون مردهای زنکلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندید. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشت همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما در سوزن میزنن. اینا